4. مکانیزم کاهش ناهماهنگی شناختی. 1. حذف کردن باور ناهمخوان. یکی از باورهای ناهماهنگ رو حذف میکنیم. مثلا آقای بیلی یا پرواز با هواپیما رو کنار میذاره، یا میتونه به خودش بگه که خاکستر آتشفشان‌ها لایه اوزون رو نازک میکنه، نه دود هواپیما. 2. کاهش اهمیت باور ناهمخوان. بیلی اهمیت اون باوری که ناهماهنگ هستش رو کم میکنه. یعنی ممکنه به خودش بگه بدتر از دود هواپیماها دود کارخونه هاست. 3. اضافه کردن یه باور همخوان جدید. یه نفر که پیتزا خیلی دوست داره ولی همزمان میخواد وزن کم کنه، ممکنه بگه اشکالی نداره، بعدش میرم ورزش میکنم و اینجوری به خوردن پیتزا ادامه میده. 4. افزایش اهمیت باور همخوان. یعنی فرد سعی میکنه روی باوری که با رفتارش همخونی داره تاکید بیشتری بکنه. یه شخصی الکل زیاد مصرف میکنه ولی میدونه که برای سلامتیش ضرر داره. این فرد ممکنه با خودش فکر کنه درسته که الکل مضره، ولی من واقعا نیاز دارم که با دوستام ارتباط اجتماعی داشته باشم و این برای سلامت روانم خیلی مهمه. یادتون باشه اینا کارهایی هستن که ذهنتون انجام میده تا اضطراب و ناراحتی درونی شما رو کاهش بده. ممنون که همراه هم بودید.